در ماه سیوم بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر، در همان روز آنها به بیابان سینا رسیدند و از رفیدیم روانه شده به بیابان سینا آمدند و در بیابان اردو زدند و در آنجا اسرائیل رو بر روی کوه ارده زدند. و موسی سوی خدا برآمد و خداوند از کوه او را دعوت نموده گفت: به خاندان یعقوب چنین بگو و به بنی اسرائیل خبر ده: شما آنچه را که من به مصریان کردم دیدید و من شما را بر بالهای عقابان برداشتم و شما را نزد خود آوردم. و الحال اگر شما به آواز من به یقین گوش دهید و عهد مرا رعایت کنید، شما گنج گزین من از میان همه قومها خواهید بود، زیرا که تمام زمین از آن من است. و شما برای من مملکتی کاهنان و خلق مقدس خواهید بود. این است سخنانی که تو باید به بنی اسرائیل بگویی. و موسی آمده پیران قوم را دعوت نمود و همه این سخنان را که خداوند به او امر فرموده بود با آنها پیشنهاد کرد. و تمام قوم یک جای جواب گردانیده گفتند: هر آنچه خداوند گفته است به جا خواهیم آورد. و موسی سخنان قوم را به خداوند خبر داد. و خداوند به موسی گفت: اینک من در ابر غلیظ نزد تو می آیم تا قوم بشنوند که چگونه من با تو سخن می رانم و آنگاه به تو نیز همیشه ایمان خواهند آورد. و موسی سخنان قوم را به خداوند خبر داد. و خداوند به موسی گفت: نزد قوم رفته آنها را امروز و فردا تقدیس نما و بگذار آنها لباسهاشان را جستجو کنند و بر روز سیوم تیار باشند، زیرا که در روز سیوم خداوند پیش نظر تمام قوم بر کوه سینا فرود خواهد آمد. و حد برای قوم گرداگرد مقرر نموده بگو: از برآمدن بر کوه و لمس کردن دامن آن احتیاط شوید. هر کی کوه را لمس کند به یقین خواهد مرد. بگذار دست به وی رسانیده نشود، بلکه وی یا سنگسار کرده شود یا که تیر زده کشته شود. خواه چارپا باشد خواه آدم، نباید زنده ماند. در برابر نواختن کرنه آنها می توانند بر کوه برآیند.